همطور که در نیمه اول همراه ما بودید و بازی رو تماشا کردید، فولاد 38-20 با یک اختلاف بسیار خوبی از مس کرمان پیش افتاد. یه نگاه به آمار اگه داشته باشیم، مارکو پروویچ 10 امتیاز برای فولاد گرفته، بعدش سارم جعفری 7 امتیاز، جیوان و پوریا سالاری 5 امتیاز. برای مس کرمان هم کورین هنری 5 امتیازیه و پشت سرش مجیری 4 امتیازیه و بازی بسیار خوبی رو از سمت فولادیا شاهد بودیم و موقعیت‌های زیادی رو مثل همین صحنه از دست دادن. کرمانی ها بیگست لید فولاد 21 بوده و مثل کرمان 0 تا حالا پیش نیفتاده از فولاد و عجب پاسی رو فراهم کرد و عجب امتیازگیری خوشگلی رو شاهد بودیم از یاران فولاد. یه علیوپ عالی میان تا این کار رو کرمانی ها جبران کنن و موفق هم هستن. 40-22 شد نتیجه. جیوان با بهرامزاد، اسحاق حاتمی‌فر که دوباره به بازی اومده. سارم پرسرعت میاد به زیر سبد، ریورسش جواب نداد، باید سریع برگرده در فاز دفاعی به تیمش کمک کنه. هنری یه بار دیگه اقدام 3 امتیازی. مهدی افخمی 3 وارد سبد نشد. چند بازی همزمان هم در سایت اپلیکیشن آنتن داره پخش میشه از سری مسابقات لیگ برتر و در پایان این هفته باید ببینیم جدول به چه صورت بسته خواهد شد. جیوان مک‌کورمیک با این 3 امتیازی زدنهاش واقعا شور و اشتیاق هواداران رو ثانیه به ثانیه بیشتر میکنه. عجب 3 زد این بار. روند امتیازگیری های فولاد باید ادامه دار باشه چون مسی‌ها که دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن کاملا انتحاری بازی خواهند کرد در نیمه دوم، به خصوص همین کوارتر سوم که کوارتر بسیار تعیین کننده ای خواهد بود. هفته قبل هم 77-66 در دربی کرمان مثل رفسنجان رو از پیش رو برداشتن. در اون بازی کورین هنری 21 امتیاز، 10 پاس گل و 4 ریباند برای خودش ثبت کرد و بهترین بازیکن شد. همین چهره به کورنر راست برای میتیروویچ. روز خوبی نداشته میتیروویچ، چقدر خوب توپو در آورد بهرامزاد. قدر این توپو ندونستن چیکار دارن میکنن بازیکنان تا در آخر خطای بهرامزاد اعلام میشه بر روی الکساندر میتیروویچ اهل صربستان. دو متر و 3 سان حدش از 33 سال سن داره الکساندر میتیروویچ. بازم زیر سبد فولاد موفق بودن کرمانیا. سندروم کوارتر سوم و باید خیلی حواسشون باشه بازیکنان فولاد و هرمزگان. این فاصله رو باید هر طوری که هست حفظ کنن، حتی اگه قراره مثل امتیازات زیادی کسب کنه. از اون ور حملات فولاد هم باید به مقصد و سرانجام برسه. این بار بلاک خوبی رو انجام دادن و توپو راهی اوت کردن. سه ثانیه روی شات کلاک فولاد. زمان داره بهرامزاد. اسحاق رو میتونست پیدا کنه مستقیم بیاد زیر سبد. در ثانیه آخر شوتش کوتاه بود اسحاق و شات کلاک هم به اتمام رسید، ایربال شد. بازی رو داور متوقف کرد و سارم جعفری دچار خونریزی شده ظاهرا از ناحیه بینی، برای همین داور بازی رو متوقف کرد. تعویض میشه و امید قاری نژاد به جاش به بازی میاد.
بازم لو میره توسط کرمانی ها. امید قاری نژاد، مهدی اسماعیلی روش خراب شد. داور خطا نگرفت در این صحنه. دارن مشورت میکنن داوران. امیدم نقشه بر زمین شد و احساس ناراحتی داره میکنه. حتی خطای عمد میتونه اعلام بشه در این صحنه خودش بود و سبد و از پشت فقط خراب شد مهدی اسماعیلی بر روی قاری نژاد. نیاز به بازبینی صحنه هست. آقایان قنبری، ناصر افشار و فتحی دارن مشورت میکنن. از ناحیه مچ دست چپ دچار معصومیت شد امید. خطای عمدم اعلام نشد و تنها 2 پرتاب برای فولاد اعلام میشه. 2 فرصتی که در اختیار امید قاری نژاد خودش باید قرار بگیره. اولین پرتاب رو وارد سبد کرد. همزمان با این بازی تیم فوتسال لیگ یکی فولاد و هرمزگان هم در سالن کارگران بندرعباس به مصاف نیرو پتروسازان رفته. ببینیم اون بازی هم چند خدمتتون رو عرض می‌کنم. به حال فولاد و هرمزگان خیلی تیم‌های خوبی رو این فصل داشته در همه رشته‌های ورزشی. به حال خیلی از بازی‌ها هم همزمان بودن و زیر سبد اسماعیلی خوب راه سبد رو داره پیدا میکنه. فعلا 0-0 بازی فولاد و پترو نیروسازان تهران از لیگ یک فوتسال کشور. یه نکته هم بگم، بعد از این بازی فینال لیگ برتر بسکتبال استان هرمزگان هم میتونید تماشا کنید. خدمتتون پخش زنده خواهیم کرد. جدال بین 2 تیم شهر بسکتبال قشم و آنامیس مقاومت میناب. دقیقا بعد از این بازی از ساعت 18:30 اون بازی خدمتتون پخش خواهد شد. در پایان هم با جشن قهرمانی رقابت‌های لیگ استان همراه شما عزیزان خواهیم. اسماعیلی هندافی که انجام شد با دقت زد افخمی ولی باز هم ناموفق بود. 45-26 همچنان نتیجه به سود فولاد و هرمزگان در کوارتر سوم هفته 21 لیگ برتر بسکتبال کشور. جیوان دریبلینگ بالا و شوتی که این بار راهی سبد نشد. بازم مسی ها بازی رو باز کردن. 12 ثانیه دارن روی شات کلاک. کورین هنری نرم زد و بازم وارد سبد نشد. چه توپای خوبی رو داره از دست میده کورین هنری. یه توپ رباعی دیگه این بار خودشه و سبد بازم خراب کرد. عجب موقعیتی رو از دست داد. این بر چه موقعیتی رو فولاد از دست داد. بازیکنان هر دو تیم یه مقدار تمرکزشون رو از دست دادن. بیار به حال بازی دوباره به جریان میفته. افخمی یه حرکت پرسرعت از میتیروویچ به سمت سبد و مجبور میشه امید خطا کنه روش. سارم جعفری هم با چه شرایطی مواجه شد متاسفانه. بعید دیگه بتونه به بازی بیاد. دچار خونریزی بینی شد. امیدوارم دچار شکستگی نشده باشه سارم جعفری. به حال برگردیم به بازی. میتیروویچ اولین پرتابش رو وارد سبد کرد تا مصر به امتیاز 27 برسه و اینم دومین پرتاب میتیروویچ. یه مقدار سرعت امتیازگیری های فولاد هم کم شد.
چه پرسی 3 نفر 4 نفره‌ای گذاشته بودن مسی ها و فقط خطا کردن بر روی اسحاق. یه جوری خطا کردن انگار در 1 دقیقه پایانی کوارتر 4 هستیم. البته به نفع فولاد استعداد خطای تیمیشون هم بره بالا، هر جا دیگه خطا کنن پرتاب پنالتی برای فولاد خواهد بود. فعلا فولاد 3 خطای تیمی داره در کوارتر سوم، مس 2 خطا. 4 دقیقه و 10 ثانیه تا پایان کوارتر سوم. امید قاری نژاد به سمت سبد میره، بازم ناموفق یه بار دیگه و بلاک شات جیوان مک‌کورمیک. داور زودتر از اون سوت خطا رو زده بود. گلتندینگ آیا؟ بله ظاهراً گلتندینگ، بله گلتندینگ رو گرفتن برای مس کرمان. نیمکت مس سرمربی این تیم اعتقاد داره خطا هم خطای عمد بوده، برای همین اعتراض داره به داور و آقای قنبری داره صحنه رو مدیریت میکنه. خبری از خطای عمد نیست و همون یک پرتاب رو مس باید انجام بده. میتیروویچ خطا روش انجام شد، توپ هم که داشت وارد سبد میشد بلاک کرد جیوان، برای همین گلتندینگ داده شد. یه پرتاب پنالتی هم برای مس که وارد سبد میشه. حالا فاصله رو داره کم و کمتر میکنه مس و عرض کردم امتیازگیری فولاد در این دقایق بسیار حائز اهمیت هست. بهرامزاد به دنبال یار میگرده، اومد رو دستش اسحاق، در فاز دفاعی خوب داره عمل میکنه مس. جیوان توپو به بالا پرتاب کرد و عجب امتیازی گرفت، فوق‌العاده بود این حرکت. خیلی قشنگ بود انصافا این صحنه. میتیروویچ 3 میزنه، لحظه به لحظه داره مس نزدیکتر میشه به فولاد. خیلی باید حواسش باشه تیم فولاد هرمزگان. جیوان با اسحاق حاتمی فر، خود جیوان 3 بزنه عالی میشه، برمیگرده، نه برنگشت و مرادخانی ریباند کرد. میتیروویچ حالا دستش گرم شده، بازم خطای جیوان روش اعلام شد در حالی که بلاک هم شده بود، ولی بازم 2 پرتاب پنالتی و حالا محدودیت خطایی فولاد است که به اتمام میرسه. بابک نظافت هم میخواد به بازی برگرده برای فولاد. اولین پرتاب رو از دست داد الکساندر میتیروویچ. اصرار میکنم 47-34 است همچنان، حالا میشه 35 مثل کرمان. جیوان پاس برای مارکو پروویچ، چرخشای پی در پی و عجب فیده وی زد مارکو پروویچ. بازم روند امتیازگیری خودش رو شروع کرد مارکو با فیده وی هایی که درش استاد هست. حالا این پاس برای مرادخانی و خطای چی رو گرفت اینجا داور از مارکو پروویچ؟ اصلا برخورد خاصی نبود واقعا. بازبینی میده تیم فولاد؟ نه. به حال 2 پرتاب دیگه برای یونس کرمان در نظر گرفته میشه. محسن مرادخانی اولیش که وارد سبد شد، 2 دقیقه و 26 ثانیه تا پایان کوارتر سوم. با این سبک پیش بریم کوارتر 4 خیلی سخت خواهد شد برای
هر دو تیم، مگر اینکه فولاد امتیازگیری خودش رو عرض کردم حفظ کنه و همچنان امتیازش رو افزایش بده. در خاطر چهارم بیشتر بازی تأخیری و بازی مالکانه رو از سمت فولاد ببینیم. یه بار دیگه زیر سبد جیوان و بد شانس بود که این توپ وارد سبد نشد. کنرین هنری با میتیروویچ و دانک زیبای میتیروویچ. فست پوینت. بابک نظافت یه برخورد با مارکو، خطایی نیست، کار ادامه داره. جیوان حالا بازی تأخیر رو در دستور کار قرار میده. 6 ثانیه روی شات کلاک، خودش میاد تو منطقه 2 امتیازی، مید رنج رو میزنه، بازم وارد سبد نشد. نباید فاصله امتیازی یک رقمی بشه. بابک نظافت یه توپگیری و بالاخره خطای عمد اعلام شده از کرمانی ها. محسن مرادخانی و شدیداً هم اعتراض داره نیمکت مثل کرمان و اعتقاد دارن کار بازبینی باید انجام بشه، باید برن برای سیستم آیارس. البته داوران تصمیمشون رو گرفتن و رد میکنن. نه، رد نشد. یه جورایی بود صحبت‌های آیه فتحی انگار داشت قانع میکرد آیه سیستانی رو، ولی کار بازبینی باید صورت بگیره. خطا که واضح بود، ولی اینکه خطای عمد هست یا نیست باید مورد بازبینی قرار بگیره. بریم برای بازبینی و دوباره برگردیم. هنوز کار بازبینی تموم نشده. من جا داره بازی‌های هفته پایانی لیگ عادی هم خدمتتون عرض کنم. هفته 22 و پایانی که بعدش پلی آف رو داریم، دیگه احتمال بسیار زیادم بعد از تعطیلات نوروز خواهد بود. فولاد هفته بعد با کاله در مازندران بازی خواهد کرد. مثل کرمان میزبان آورتای ساری هست. مهران با مثل رفسنجان. شهرداری گرگان با طبیعت و پالایش نفت با رعد پدافند و ذوب آهن اصفهان با لیموندیس شیراز دیدار خواهند کرد. این بار طول کشید کار بازبینی صحنه. خب حالا بازبینی هم به اتمام میرسه و داوران میان که تصمیمشون رو اعلام کنن. آقایان صادق قنبری و رامین فتحی رفته بودن برای بازبینی. تایید میشه آیا خطای عمد؟ خطای عمد ظاهراً کنسل شد و مالکیت در اختیار فولادی ها قرار میگیره. فقط خطای محسن مرادخانی البته اعلام شد در این صحنه. فولاد هرمزگان محدودیت خطای تیمیش به اتمام رسیده. مثل کرمان 3 خطا انجام داده.
حالا کار دوباره به جریان افتاد بعد از چند دقیقه توقف. جیوان مکورمیک با اسحاق حاتمی‌فر، امید قاری نژاد 1 دقیقه و 13 ثانیه تا پایان این بازی در کوارتر سوم فاصله داریم. مارکو پروویچ، امید اول، امتیازگیری فولاد، نزدیک توپو از دست بده. 3 ثانیه 2 ثانیه شوت آخری که توی این 24 ثانیه زدن فولادیا وارد سبد نشد تا کورین هنری به سمت سبد فولاد بیاد. 3 میزنه این بار، نه با افخمی کار میکنه. میتی روویچ 3 امتیازی میتی روویچ حالا وارد سبد میشه. 49-41 فاصله به 8 امتیاز رسید. خیلی باید فولاد حواسش رو جمع کنه از دل این بازی خانگی هم پیروز در بیاد. 4 بردی که در این فصل داشتیم برد خانگی بوده. داور سود زد و یه تکنیکال فول دادن به بابک نظافت. رامین فتحی تکنیکال فول داد به بابک نظافت و یه پرتاب برای مثل کرمان خواهد بود. از ابتدای بازی یه مقدار صحبت بیش از حد داشتن با هم رامین فتحی و بابک نظافت. به حال در آخر تکنیکال رو دادن به بابک نظافت. تک پرتابش رو میتیروویچ وارد سبد میکنه. بازم یه تکنیکال گرفت نیمکت فولاد هرمزگان که خود بابک نظافت بود. باید مدیریت کنن این لحظات رو. اصلا نیازی نبود واقعا این تکنیکال ها رو ما دریافت کنیم، اونم در شرایطی که مصر رسید به نزدیک شدن به امتیازات فولاد. بازم میتیروویچ بازم وارد سبد کرد. 49-43 میشه. به حال دوباره کار به جریان افتاد. این انتهای کوارتر سوم خیلی بحث برانگیز شد. مارکو پروویچ با امید قاری نژاد و این بار دیگه زیر سبد امید خطا رو گرفت. بازم خطای مرادخانی بود. البته نه، خطای مرادخانی رو نگرفتن، خطای امیرحسین مجیری فکر میکنم اعلام شد. امید قاری نژاد از دل این آزمون مهم سربلند بیرون اومد. یه پرتاب دیگه داره، اینم بسیار مهم خواهد بود. لااقل این دوتا تکنیکالی که دادیم امتیازاشو برگردونیم که این اتفاق به خوبی میفته. 51-43 حالا باید از بالا پرس رو نگه داره فولاد، فضای شوت زنی ندن به کرمانی ها. هنری و اسحاق حاتمی‌فر عالی توپ راهی اوت کرد، خط حمله رو خوب انجام داد در حالی که 11 ثانیه تا پایان بازی تنها باقی مونده. هنری 5 ثانیه 4 ثانیه آخرین حمله این بازی در کوارتر سوم و 3 امتیازی که وارد سبد کرد افخمی. کوارتر سوم 51-46 به سود فولاد به اتمام میرسه و کوارتر چهارم عجب بازی سختی خواهد بود. 2 دقیقه استراحت کنیم دوباره برمیگردیم. امیدوارم تا پایان بازی دیگه شاهد اتفاق خاصی نباشیم و این کوارتر چهارم رو صحیح و سلامت به اتمام برسونیم. ببینیم در نهایت فولاد میتونه از دل این بازی پیروز بیرون بیاد یا مثل کرمان. کوارتر چهارم آغاز شد، فولاد 22-9 کوارتر اول رو برد، 39-20 کوارتر دوم رو و 51-46 کوارتر سوم رو پیروز خارج شد. پوریا سالاری، اسحاق حاتمی‌فر ایربال زد، توپم هر کاری کرد امید نتونست نگه داره و به بیرون رفت.
کورین هنری با افخمی کار میکنه، خودش رفت به حمله، افخمی تو از دست داد، یه حمله، یه ضد حمله با فولاد. وای موقعیت زیر سبد رفتن از دست رفت، ولی هنوز به دنبال باز کردن یه روزنه هستن. پوریا سالاری فول گل میگیره. لحظه آخر پا رو نگه داشتا، پس از برخورد با یار مس خطا هم گرفته باشه. شانس بازی 3 امتیازی داره فولاد و این اتفاق میافته. پوریا خیلی هوشمندانه بود در این لحظه. میتیروویچ بازم زیر سبد فولاد. این بار 2 پرتاب برای مسی هاست. مثل بازی رفتشون دو تیم بازی برگشتشون هم جذاب و پرهیجان حالا داره دنبال میشه، با اینکه نیمه اول فاصله بسیاری فولاد ایجاد کرد و مس هم اصلا خوب بازی نکرد. حالا کوارتر سوم به خودش اومد تیم مس. اولین پرتابش هم اینجا از دست داده محسن مرادخانی. علاوه پرتاب‌های آزادش واقعا روز بدی رو پشت سر گذاشت. دومی رو حالا وارد سبد میکنه. 54-47. 7 امتیاز همچنان فولاد پیش هست. من اون 1 امتیاز پوریا رو یادم رفت درک کنم. پرتاب پنالتی که زد 54-47 رسید فولاد مزگان. اسحاق با مارکو پروویچ. خطای کورین هنری اعلام شد به روی مارکو پروویچ. اولین خطای فردیش رو انجام داد. فولاد اگه بتونه هر چه زودتر خطاهای گرفته‌ش رو بیشتر کنه در کوارتر چهارم در انتهای بازی خیلی به کمکش خواهد اومد، با توجه به اینکه امتیازات هم داره نزدیک میشه. چه اشتباهی کرد جیوان، توپشو خودش جمع کرد. مارکو باید 3 بزنه. 1 ثانیه توپ وارد سبد میشه، ولی 2 امتیاز داور 2 امتیاز داد به حمله فولاد. پاش رو خط بود لحظه آخر و 2 امتیاز مورد قبول واقع شد. یه بار دیگه مجیری میره به زیر سبد. خطرناک ظاهر شده در این دقایق. بازم 2 پرتاب. حالا فولاده که 2 خطای تیمی انجام میده. 8 دقیقه تا پایان کار زمان باقی است. 56-47 همچنان نتیجه به سود فولاد و مزگان. دوباره فاصله داره بیشتر و بیشتر میشه. فاصله 9 امتیاز شد. بازم پرتاب پنالتی هاشون رو دارن از دست میدن. این بار با امیرحسین مجیری این اتفاق داره میفته. دومی رو اما گل کرد مجیری. پوریا سالاری یه آنکل بریکر زد به افخمی. یه پاس برای امید قاری نژاد. خطای حمله. نه، فول گل گرفت امید قاری نژاد. یه لحظه اون فشاری که گذاشت من احساس کردم قراره خطای حمله اعلام بشه از امید، ولی خدا رو شکر فول گل بود و یه ذره اگه این شدت فشاری که گذاشت بیشتر بود امکان داشت که خطای حملهش اعلام بشه. در حال کار امید بسیار هوشمندانه بود در این لحظه. پرتاب پنالتیش هم انقدر عالی وارد سبد میکنه که هواداران رو مجبور میکنه به تشویق. فولاد به ضررش نشد اون توقفی که در ابتدای کوارتر چهارم ایجاد شد و داره خوب امتیاز میگیره در این دقایق. بازم خطا، این بار مارکو خطا کرد اگه اشتباه نکنم.
از بیسلاین. هنری به بالا، بهرامزاد یار جلوش رو یاره که 3 نزنه مجیری. بالا رو بسته تیم فولاد تا کورین هنری از این توپ نتونست بهره ببره. ریباندو مک‌کورمیک انجام میده. زیر سبد، وای عجب موقعیتی برای فولاد از دست رفت. باید حواسشون به کار دفاع باشه در این لحظه. حمله حساسی خواهد بود. مرادخانی چقدر خوششانس بود که اینجا تونست فول گل بگیره. واقعا با خوششانسی اینجا توپش وارد سبد شد. روی باکس اسکور مک‌کورمیک 10 امتیاز. البته اینجوری بهتره بگیم که مارکو پروویچ 14 امتیاز، مک‌کورمیک 10 امتیاز، حاتمی فر 6 امتیاز، پوریا سالاری 8 امتیاز، امید قاری نژاد هم 7 امتیاز. اون سمت برای مثل کرمان میتیروویچ 16 امتیازیه. تو وارد سبد نشد. بازم پرتاب پنالتی خراب کردن مسی ها. بازم خطا و چقدر زود 4 خطا شدن هر دو تیم، در حالی که 7 دقیقه تا انتهای کار زمان باقی است. بهتر بگم 6 دقیقه و 58 ثانیه هر دو تیم 4 خطا شدن. 59-50 به سود فولاد هست فعلا این دیدار. بهرامزاد به دنبال یار خالی که پوریا باشه میگرده. خوب خودش رو آزاد کرد پوریا سالاری. یه بار دیگه پوریا رو صاحب توپ میکنن. پوریا چرخشش رو میتونه تکمیل کنه. خطای رانینگ نه، خطای دبل پوریا سالاری اعلام میشه. نظام گامپور هم به پوریا میگه که اون سم مارکو خالی بود، میتونست هدف پاس هم باشه. خدا رو شکر سارم جعفری هم بعد از خونریزی بینی که براش وجود اومد دوباره در کوارتر 4 تونسته به بازی بیاد. میتیروویچ، حسینی، یه اقدام فوق‌العاده از حسینی و 3 امتیاز برای مثل کرمان. 59-53 شد بازی. جیوان مک‌کورمیک یه بار دیگه حمله با پوریا سالاری داره ترتیب میگیره. پوریا خودش 3 زد. نباید ریسک کرد واقعا در این شرایط امتیازی که امتیازات نزدیک هست. واقعا 3 زدن‌های بی‌محابا ممکنه کار فولاد رو به دردسر بندازه. حسینی 3 نزد، این بار میتیروویچ بازم 3 زد. 56مین امتیاز برای مصر و تایم اوت برای فولاد. خب دو تیم باید به زمین برگردن. فولاد 2 تا 3 امتیازی بد موقع دریافت کرد. مک‌کورمیک در برابر خودش 1 یارد داره میبینه. جیوان میتونه طرح و نقشه این حمله رو با مارکو بریزه. همین اتفاق میفته و مارکو پروویچ باعث میشه هواداران فولاد یه نفس راحت در این لحظات
بکشن. الکی بازی سخت شد برای فولاد. روند امتیازگیری مصر واقعا در نیمه اول خوب نبود و در کوارتر سوم موتورشون تازه روشن شد، ولی خب هر طوری بود خودشون رو نزدیک دارن میکنن به فولاد. یه چرخش و یه شوت از محسن مرادخانی که بازم توپ وارد سبد نشد. فاصله 5 امتیازی همچنان حفظ بشه. حالا امتیازگیری فولاد در این لحظه میتونه خیلی به این تیم کمک کنه. با سارم جعفری رفت زیر سبد و خطا گرفت. نگذریم از کار بسیار زیبای پوریا سالاری. پوریا واقعا کار چرخشش خیلی خوب بود روی پای پیوت، 2 نفر رو محو کرد. حالا مرادخانی زمین بازی رو ترک میکنه و مهدی اسماعیلی راهی زمین میشه. 2 پرتاب رو سارم داره. خبر خوب برای فولاد اینه که محدودیت خطایی مثل کرمان به اتمام رسیده. اولی رو از دست داد. مقدار با استرس پشت پرتاب پنالتی قرار گرفت سارم. دومی رو هم خراب کرد. کورین هنری ابراهیمی میتیروویچ هنری. اگه میدادن رو بیسلاین خیلی خطرناک بود. حالا ابراهیمی فضا برای 3 مهیاس با هنری. میدرنج و خود ابراهیمی زد. ریباندو کی جمع میکنه؟ فولادیا با بهرامزاد. مارکو خوب پرس کرد اونجا روی اسماعیلی. بهرامزاد خود محمد رضا. مارکو به دنبال یار خالی، سری باید تصمیمش رو بگیره. بهرامزاد یه نفر از پیش رو برداشت. سارم 3 وارد سبد نمیشه. ریباند با مارکو، خودش میره زیر سبد. چراغ رو روشن کرد برای فولاد در این حمله. چقدر خوب بود این امتیاز برای فولاد و چقدر به موقع بود. 63مین امتیاز. بازم کورین هنری. این حمله رو اگه جلوشو بگیرن فولادیا خیلی میتونن توی حمله به خودشون کمک کنن. میتیروویچ توپش به سبد برخورد کرد، برگشت. 10 ثانیه. هنری اسماعیلی رو با خطا متوقف میکنن و پوریا سالاری میگه که خطا رو خودش انجام داده. اولین خطای فردی پوریا بود در این بازی. فاصله امتیازات بازم داره زیاد میشه. 7 امتیاز فاصله 2 تیم هست. ببین کاهش پیدا میکنه این 7 امتیاز. نه، اولین پرتابو خراب کرد. زیادی هم رفت عقب، خورد به امید قاری نژاد اسماعیلی. بعد این بازی همراه ما باشید با فینال لیگ برتر بسکتبال استان هرمزگان. پخش زنده داریم از ساعت 18:30 دقیقاً بعد از این بازی. خب یه پرتابو وارد سبد کردن، پرس رو از همون بالا نگه داشتن. حالا محدودیت خطایی هر دو تیم هم به اتمام رسیده. بهرامزاد چقدر خوب اونجا حفظ توپ کرد. پوریا سالاری دبل تیم شده. خطای نیمه اتفاق نمیافته. یه پا گذاشت اسماعیلی. مارکو 3 میزنه و چه جایزه زد برای تیمش مارکو پرووی. تایموت برای مثل کرمان مجبور کرد نیمکت مصر رو که تایموت بگیرن. امتیاز فولاد هنوز درج نشده. حالا روی تابلو هم روی اسکوربورد هم داوران درج کردن.
خب برمیگردیم به ادامه بازی. این 3 دقیقه پایانی بازی هم با هم دیگه تماشا کنیم، ببینیم در نهایت پیروز این جدال سخت چه تیمی خواهد بود. جیوان چقدر خوب ریباند کرد، بازی تأخیریش واقعا عالیه و خوب میتونه توپو نگه داره تا بازیکنان در زمین جایگیریشون رو انجام بدن. پوریا سالاری یه پاس بلایند، انصافا این جای بازی جای این پاس بلایند نبود. یه بار دیگه خطای بیمورد، یه مقدار آسون گرفت این صحنه رو پوریا. رضا انگامپور هم همینو گفت به پوریا که نیاز به کار تکنیکی نداره فعلا تیم فولاد و کم ریسک در این راه ها باید امتحان بشه. میتیروویچ چه بازیکنی هم خطا کرد، بازیکنی که پنالتیاشو خیلی خوب میزنه. دومی هم وارد سبد کرد. این حمله حالا دوباره حیاتی شد برای فولاد هرمزگان. میتیروویچ 21 امتیاز گرفته، اون سمت هم مارکو پروویچ 21 امتیازیه. البته مارکو 7 تا ریباند هم داشته. همین چهره مارکو پروویچ مثل آب خوردن امتیاز میگیره زیر سبد. نیمکت مثل کرمان اعتراض داره که تایم داره میره روی اسکوربورد، یعنی چند ثانیه تایم رفت، بعد توپمون نگه می‌داشتن. آرا هنری 3 زد، یه برخوردم مرادخانی با امید دوباره داشت. بازی ادامه داره، فعلا به سود فولاد همه چی داره پیش میره. 68-59 نتیجه به سود فولاد هرمزگانه. جیوان مکورمیک، خود جیوان یه پاس به البو راست، بهرامزاد پشت خط، پشت خط 3 زد. حسینی، میتیروویچ هم چقدر خوب در این حمله ظاهر شد. حسینی همچنان توپو نگه داشته، چرخش‌های پی در پی، چقدر خوب بازی کرد حسینی و بالاخره خطای تخلف 3 ثانیه ازش اعلام شد. خیلی چرخید در منطقه رنگی فولاد و اشتباه کرد که نه پاس داد و نه اقدام کرد. بعد موقع توپ رو از دست دادن مسی ها و 1 دقیقه و 18 ثانیه. حالا فولاد با آرامش بیشتری میتونه کار رو دنبال کنه. تایم اوت هم دوباره اعلام شد. برمیگردیم به انتهای این بازی، نزدیک و نزدیکتر میشیم. جیوان چه پرسی رو گذاشته تیم مصر، دیگه واقعا چیزی برای از دست دادن ندارن و چه دبل تیمی کردن. مارکو رو قشنگ گرفت در این صحنه. جیوان رو سجاد ابراهیمی داور خطا نگرفت تا جیوان بره خودش زیر سبد. حالا خطا اعلام میشه بر روی جیوان. 2 پرتاب برای مکورمیک و فولاد هرمزگان. دور رفت فولاد 72-75 نتیجه رو به مصر واگذار کرد. مصر که دیگه خیلی بعیده تو این 1 دقیقه به امتیاز 75 برسه، ولی
فولاد اگر این 2 پرتاب رو گل کنه با یه 2 امتیاز دیگه میتونه به امتیاز 72 مثل دوره رفت برسه و از اون 72 هم حتی عبور کنه. اولین پرتاب رو که گل کرد مارکو پروویچ، عذرخواهی میکنم جیوان مک‌کورمیک، مارکو برای کار ریبان اونجا حاضر شده، دومی رو هم گل میکنه. یه تشکر ویژه دارم از فیلمبردار عزیزمون جناب آقای موسایی، در یه سری از نکات بازی هم خیلی امروز کمک حال ما بودن. زیر سبد کرمانی ها خوب به امتیاز رسیدن، فاصله رو دوباره به 9 امتیاز کاهش دادن. سریع فولاد اومد کار رو به جریان مندازه، توپ به بیرون رفت. 53 ثانیه تا انتهای بازی. بهرامزاد برده بالا، توپو نگه داره زمان بگذره. 9 امتیاز فولاد میتونه ازش مراقبت کنه. بهرامزاد نابود کرد یار مقابلش رو با امید قاری نژاد، یه دانک زیبا میزنه. دیگه حسن ختام پیروزی فولاد بود این حرکت امید قاری نژاد. جیوان، خود جیوان پرسرعت، فولاد به 72 دوره رفتم رد میکنه با این امتیازه. مارکو پروویچ، کار دیگه تموم شد برای مثل کرمان. 74 61 هست، شاید دستخوش تغییر بشه. بله میشه. 3 زد افخمی، فاصله 10 امتیاز. 74 64 و تموم، کار تموم شد. پایان بازی و پیروزی 74 64 فولاد هرمزگان برابر مثل کرمان. مرسی که تا این لحظه همراه ما بودید. تا دیدارهای آینده شما رو به خدای بلند مرتبه میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه. نیم ساعت دیگه همراهتون هستیم با پخش زنده فینال لیگ برتر بسکتبال استان هرمزگان.